تو ویدیوی قبلی بهت گفتم کلیک پادشاهه. خب تبریک میگم، تو الان رازو میدونی ولی هنوز بلد نیستی اجراش کنی. مشکل اینجاست، تیترهات زیادی مؤدبانن. مردم میرن سرچ میکنن آموزش کامل یوتیوب. میدونی چند هزار تا ویدیو با همین تیتر هست؟ چرا باید روی مال تو کلیک کنن؟ تیترهای آموزش کامل، راهنمای جامع، بررسی تخصصی، اینا مردن، خسته کنندن. اینا تیتر نیستن، اینا گزارش کارن. الگوریتم حوصلش از اینا سر میره. امروز میخوام 3 فرمول تیتر قاتل بهت یاد بدم. فرمولایی که رقبات از زدنش میترسن، چون میترسن زرد به نظر برسن. ولی ما دنبال ویو هستیم، نه جایزه ادبی. فرمول اول، هشدار و تضاد. مغز آدم عاشق تضاده و از خطر بدش میاد. تیترهایی مثل کانال یوتیوب نزن، این 5 اشتباه ها نکن، پولت رو دور نریز. تو با این تیترها به مخاطب میگی اول اینو ببین، بعد هر کاری خواستی بکن. این حس ترس از دست دادن رو بهشون میده و کلیک میکنن. فرمول دوم، افشاگری و راز. این همون کاریه که من و تو داریم میکنیم. تیترهایی مثل راز کثیف الگوریتم لو رفت، حقیقت تلخی که بهت نمیگن، چرا کانالت رشد نمیکنه. تو اینجا خودتو مثل یه خودی یا اینسایدر نشون میدی که قراره یه چیزی رو لو بده. کنجکاوی آدم رو میکشه. فرمول سوم، نتیجه باور نکردنی. اینجا مستقیم میری سر اصل مطلب. تیترایی مثل چطور با یک ویدیو 1000 ساب گرفتم، یا این تیتر 47,000 تا ویو گرفت. مخاطب میبینه و میگه مگه میشه؟ و برای پیدا کردن جواب کلیک میکنه. فرق این تیترها با تیترهای معمولی چیه؟ تیترهای معمولی اطلاع میدن. این تیترها احساس رو درگیر میکنن. احساس ترس، کنجکاوی یا طمع. یادت باشه تیتر تو قلابه، ولی قلاب خالی ماهی نمیگیره. به طعمه هم احتیاج داری و طعمه تو تامنیلته. یه تیتر قاتل بدون یه تامنیل هماهنگ هیچ ارزشی نداره. تو ویدیوی بعدی میریم سراغ سلاخی کردن تامنیل ها. سابسکرایب کن، چون قراره یاد بگیری چطور تامنیل هایی بسازی که چشم مخاطب رو از جاش در بیاره. تا بعد.